یه نوع بدبینی عمومی وجود داره در جامعه ما که خیلی ریشه دارتر از مسئله فقط احزاب سیاسی، بدبینی سیاسته، یعنی در خارج در وجوه گوناگونی و اون نوعی عدم اعتماده که در جامعه ما هست، عدم اعتماد افراد به هم دیگه که کار جمعی رو مالا هرچی باشه، حزب باشه، میخواد فلان باشه، میخواد کارخونه باشه، کار جمعی رو مشکل، یا فوتبال باشه، کار جمعی رو مشکل میکنه و این یکی از ویژگی‌های جامعه است، این عدم اعتماد نسبی. البته اون نسبیه، ما داریم به نسبت مثلا این جوامع که الان تو زندگی میکنیم و مشاهده میکنیم اون مقدار عدم اعتمادی که افراد نسبت به همدیگه در جامعه ایران دارن بیشتره و این کار تجمع و تکثر و تحزبشون رو مشکل تر میکنه. ولی حالا من چون شما چند بارم تاکید کردید که کار جمعی ایرانی ها نمیتوانند بکنند و مثال ورزش زدید، اتفاقا من میخوام یک قول معروفی که بین ایرانی ها هست و متضاد این رو ثابت میکنم که اتفاقا ایرانی ها میگن ما تو کار هیئتی خوبیم، یعنی اون چیزی که به نظر میرسه یک فرم و یک شکل خاصی از کار جمعیه. معمولا کار هیئتی قاعده نداره، کارهای هیئتی کارهایی که اتفاقا بر اساس یک سری روابط شخصی و نه روابط منسجم بر اساس دنبال رویه گروهی از یک شخص اتفاقا ما خیلی خوب هستیم به نظر من. اون ربطی به صحبت من نداره. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه همایون کاتوزیان، کیانوش بوستانی، فریبا شیرازی و آرمین خامه.